Илья Сагонзис, боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 76 килограммов. 25 years old, he stands 172 centimeters tall, official weight 76 килограмм silver. Профессиональный рекорд 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Professional record 2 bouts, 1 victory and 1 loss. Дамы и господа, ladies and gentlemen, representing Congo, Nkumro Balakonpanze. И его соперник в красном углу. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 30 лет, рост 171 сантиметр, вес 77,3 килограмма. 30 years old, he stands 171 centimeters tall, he's weighed at 77.3 kilograms. Профессиональный рекорд, 13 боев, 10 побед, 3 поражения. His professional record consisting of 13 bouts, 10 victories against 3 defeats. Чемпион Афганистана по ММА. He's MMA Afghanistan national champion, representing AFC Kabul, Afghanistan. Please welcome Bab Moshara Mobaris. Referee boy Ashogyan. Fight the center. Listen to my comments. No fight is top comments, okay? Shahan. Good luck. Okay. Первый раунд, раунд 1. خب دوستا، قسمی که با تصویر هم دیدین، خوشبختانه باز محمد مبارز هم حریفش بسیار در ثانیه های ابتدایی ناکاوت کرد و ما استاد ناکاوت شده یا اینکه همونطور خودش گرفته؟ فکر میکنم که همینجا چرت خود مبارز هم چی شده که مشکل پیدا شده. همو حریفی که ضربهش فکر کنم اصابت کرد دروش. نه ضربهش هم خود چی میگن که ما فکر میکنم که همو حریفی که مبارز بوده اون نیستی. خب همینجا که مبارز هم فکرش خراب است، وقتی درس مسابقات می‌بینیم او با یک شان شرکت کس دیگر آوردن کدش داخل شده. یا خلاف مسابقات نیست؟ خلاف مسابقات یا پیش از این حتما گپ زدم روی مبارز. نه خلاف مسابقات است و غیر از اون خودش هم میگه حتما میگه به خاطر از اینکه حریفش نیست. اگه متوجه باشین او کسی که بله و عکسایش که قسمی که ما دیدیم، اما خوشبختانه بازم پرچم افغانستان خب مشکل نیست. اعتراض آمد. البته او حریفش ترسیده از باز محمد مبارز بک‌گراند کاری مبارز حالا خودش میگه حتما خودش چیز میگن و یا کپ قهرمانی باز محمد مبارز فکر کنم نمیگیره باز محمد حتما حریف باز محمد چند شده فکر کنم و قرار بود کسی دیگه داره باش مایک. خب فکر کنم اگر مایک نیو نیست و ایران دومین قهرمانی ورزشکار خوب کشور ما که امشب رقم خورد. خب ببینیم که خود مبارز فکر کنم گفته می‌کنه. در نخست سلام و احترام خود خدمت تمام افغانای عزیز و تمام دنیا که اثر تقدیم میکنم، به خصوص افغانایی که مقیم مسکو هستند و سلام خاص خود به نیروهای امنیتی قوای مسلح افغانستان تقدیم میکنم. هموطنان عزیز، قسمی که شما مشاهده کردین، من قبلا که در حریف دیگه جوره شده بودم، اما خدا شاهد است، رسول شاهد است که اینمیم روز داخل قفس ما مشاهده کردم که حریفم تغییر کرده و دیگه حریف آوردن در برابر ما و ناگفته نمانم. من در زدن از این حریف افتخار نمی کنم چونی چندان فایده را هم نبود. من میخواستم که حریف بسیار قوی خود مبارزه بکنم و بدون شک
بدون شک در پشت از این کار بعض افغانایی که یک تو افغان است به نام درمن راو خیلی آدم منافق است و نمو دست داشت اینمی مسابقه ممو خراب کرد. ما به صراحت میگم. خب دوستان، قسمی که با تصویر هم دیدین باز محمد مبارز و انتقاد